خب در درس‌های قبلی ما در مورد DNS ها خواندیم و رفتیم پرایمری DNS و سکندری DNS خود کانفیگر کردیم. امروز ما در مورد فارواردرز میخوانیم. فارواردرها اصلا چی است؟ ما دو رقم فارواردر داریم در کل DNS سرورها که یکی استاندارد فارواردرز است و دیگه کاندیشنال فارواردرز. ببینین اگر این لوکال DNS سرور شما باشه که شما کانفیگر کردین، اینجا شما کلاینت ها دارین، یک کلاینت، دیگه کلاینت و هم کلاینتس. اگه کلاینت نمبر یک به این ریکوست میکنه، میگه تو به ما بگو آی پی zoombyte.local، این وقتی که ریکاردای خود چک میکنه در دیتابیس ریکاردای خود این آی پی zoombyte.local داره، چرا که شما او را قبلا معرفی کردین. پس این برش میگه هر وقت که میخوای به zoombyte.local بری، برو به آی پی. کلاینت نمبر دو ریکوست میکنه، میگه تو به ما آی پی google.com بده. وقتی که این ریکاردای خود میبینه اصلا کدام ریکارد به google.com نداره و آی پی google.com نداره در دیتابیس خود. پس این مجبور است که این سوال از زیره یا این کویری از زیره فاروارد بکنه به یک DNS سرور دیگه. وقتی که به این میگه به ما آی پی google.com بگو، ای آی پی google.com نمیفهمه، این میره از یک DNS سرور پابلیک سوال میکنه که تو به ما آی پی google.com بگو. فرض بکنیم ما یک پابلیک DNS سرور داریم 4.2.2.2 ای آی پیش است. وقتی کویری آمد که آی پی به من google.com بگو، ای را فاروارد میکنه به چی؟ به پابلیک DNS سرور. از این سوال میکنه، میگه تو به ما آی پی google.com بگو. و وقتی که آی پی google.com از این گرفت، ای را چی میکنه؟ ای را پس دوباره فاروارد میکنه به کلاینت، میگه تو آی پی google.com است، به ای آی پی برو. و امی آی پی را در کیشه خود سیو میکنه. اگر کلاینت نمبر 3 ریکوست کرد که google.com به ما آی پی شه بگو، این دیگه دوباره از پابلیک DNS سرور سوال نمیکنه، چرا که یک دفعه ریزولف کرده ای کیوری DNS کیوری را، به او خاطر خودش آی پی را از کیشه خود برش میگه، میگه تو برو به ای آی پی. دیگه ما اگر کلاینت نمبر 4 ریکوست کنه که به ما آی پی yahoo.com بگو، اگر دید که آی پی yahoo.com نه در ریکاردایش است و نه در کیشهش است، این دوباره چی میکنه؟ ریکوست میکنه که yahoo.com بگو و yahoo.com دوباره ریپلای میده به کلاینت به میشک. این فارواردرز است که البته این استاندارد فارواردرز است. و کاندیشنال فارواردر چه رقم است؟ فرض کنیم این دیگه DNS سرور است. فرض کنیم این DNS سرور 8.8.8.8 میگه اگر یک کلاینت هر وقت ریکوست کرد به my.gov.af، تو کویری از زیره فاروارد نکو به 4.2.2، کویری از زیره فاروارد کو به کجا؟ به 8.8.8.8. این کاندیشنال فارواردرز است. پس بیاین بریم و فارواردرهای خود کانفیگر کنیم. اگر ما بیایم در قسمت DNS سرور ما، بیایم در قسمت CMD، اینجا اگر آی پی کانفیگ نوشته کنم، در این کیس DNS سرور ما آی پیش از 10.0.2.4. اگر ما پس بیایم در قسمت کلاینت، اینجا بگویم CMD NS lookup انتر بکنم، میگه DNS سرور تو چی هست؟ zoombyte.local که آی پیش 10.0.2.4. اگر ما بگویم تو به ما کویری که google.com یا اصلا پیدا نمیتونم، میگه من آی پی google.com پیدا نمیتونم. اگر ما بیایم در این قسمت بگویم تو به ما وبسایت google.com واسکو انتر بکنم، به ما اوپن نمیتونه، چرا که نمیفهمه که با کدام آی پی بره وبسایت رو اوپن بکنه. در اصل اینترنت کنکشن داره اما DNS ریزولو نمیشه. پس میره مینیمایز. پس میایم در قسمت پرایمری DNS سرور و فارواردر خود معرفی میکنم، میگه هر وقت کویری آمد به google.com توی فاروارد کو به پابلیک DNS سرور. اگر ما پابلیک DNS سرور را در پرایمری DNS خود کانفیگر پینگ بکنم، پینگ 4.2.2.2، ما کنکتیویتی امرای پابلیک DNS سرور دارم. پس میایم در قسمت tools DNS، اینجا در قسمت DNS سرور ما سرش رایت کلیک میکنیم، میایم در قسمت properties. اینجا ما یک تاب داریم به نام فارواردرز. در اینجا ما فارواردر خود اد میکنم، بالا ادیت کلیک میکنم و فارواردر اد میکنم 4.2.2.2. اوکی. میگه هر وقت کویری آمد به ما، اگر تو ریزولو نتونستی روانش کو به این DNS سرور
و بعدش خودش ریزولو میکنه. پس میگم اپلای، اوکی. پس اگر ما دوباره برم به کلاینت سرور خود بگویم تو google.com با ما ریزولو کو، اگر انتر بکنم این با ما به می سرعت آی پی google.com ریزولو میشه. اگر ما پس بریم در قسمت براوزر، حالا اگر ما رفرش بکنم www.google.com با ما وبسایت google.com اوپن میشه. به همین سادگی شما میتونین فارواردرهای DNS را کنفیگر کنید. و دیگه داریم گفتیم کاندیشنال فارواردرز. اگر ما بریم در این قسمت DNS منیجر، اینجا ما داریم چی؟ کاندیشنال فارواردرز. بالای زیر رایت کلیک کو، بگو نیو کاندیشنال فارواردر. میگه هر وقت کیوری آمد با my.gov.af تو را فاروارد کو به کجا؟ به پابلیک DNS سرور 8.8.8.8. با می سادگی اینجا کلیک میکنی و اینجا اوکی. حالا کاندیشنال فارواردر اد شد که هر وقت که کویری آمد به my.gov.af ایره فاروارد کو به DNS. چرا بعض اوقات اگر my.gov.af را شما میخواین آی پیش ریزولو بکنین، اگر ای به 4.2.2 میره او ریزولو نمیتونه. پس تو شما اینجا کاندیشنال فارواردر اد میکنین، هر وقت که کویری آمد به my.gov.af تو ایره فاروارد کو به DNS سرور، DNS سرور میتونه آی پیش ریزولو بکنه. پس هم یکم موضوعات بود در مورد فارواردرز که خدا کنه شما فهمیده باشید.